بچه ها، من سونیک هستم. امیدوارم که اولین ویدیوی منه و امیدوارم که حمایت بشم و بالا برسم. بچه ها اگه این هیچ کاری براتون نداره که بتونید یه لایک و یه کامنت و اگر تونستید چنل من رو سابسکرایب کنید تا بتونیم به بالا برسیم و خانواده بزرگی تشکیل بدیم. حالا ما هدفمون در این ویدیو اینه که اگه توی این ویلیجر دایموند پیدا کنیم ویدیو تمومه و هدف اصلیمونم اینه که آیرن گولم رو بکشیم و آهن به دست بیاریم. حالا ما اینو تبدیل میکنیم یه چند تا هم این و حالا کرفتین تیبل رو میذاریم زمین و راست یادم رفت بچه ها، من اسمم سونیکه و خوشحالم که وارد یوتیوب شدم و بچه ها لطفا با من حمایت کنید تا بتونیم خانواده بزرگی رو تشکیل بدیم. حالا آیرن گولم جان کجایی؟ وای وای آیرن گولم بگیرمت میزنمت. نه من باید تمام این ویلیجرها به نظر من تو این دایمنده، ولی باید نباشه. آهن خوبه، میتونیم بهتر آیرن گولم بکشیم. میریم اینجا و این هم اسکین منو بهتون گفتم که من اسمم سونیکه و خب بریم برای کشتن. ببخشید آیرن گولم جان چطوری داداش؟ خوبی؟ برو آقا، ما خیلی رندوم بهش ای توف تو روحت آیرن گولم، یا خدا آیرن گولم، وای بپر بالا، بپر بالا بپر. خب حالا یه دونه رو بکنیم بذار. خب یه دونه دارم با جنس خودش رو میکشم، عجیبه. و بچه ها دوباره بهتون میگم یادتون نره لایک کنید این ویدیو تا از من حمایت بشه و ما بتونیم خانواده بزرگی رو تشکیل بدیم. و این ویدیو هم شورت ویدیو بود و خدا نگهدار تا ویدیوی بعد.